بعد از تحریم نفتی رژیم توسط اتحادیه اروپا و سایر کشورها چه خبره؟ روزنامه‌های رژیم رو باز می‌کنی جیغ و داد، تلویزیون روشن می‌کنی آه و ناله، میری سراغ سایت‌های رژیم سوز و گداز تا کجا. بعدش هم خبرا نه که زیاده، آدم بعضی وقتا نمیرسه که بره تو عمق خبر، در حالی که خیلی از این خبرها نیاز به پروروندن دارن. من بفرمایید یه نمونه از همین‌ها رو بهتون اشاره می‌کنم. حرف‌های موجودی است به نام سروری. این طرف رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیمه. یعنی چند مگابایت فقط اسم داره این آدم که چه عرض کنم این پدیده. گفته که غرب در شرایط تحریم ایران نیست، بنابراین مسئله بیشتر برای ایجاد جنگ روانی و اعمال فشار بر افکار عمومی در ایران انجام شده است. بله آقا این خبر اصلا نیاز به پروروندن نداره، خودش پرورده است. آقا جنگ روانیه دیگه، این جنگ روانیه، هیچ پایی تو واقعیت نداره. شما فکر می‌کنید الان دلار 2300 تومنه؟ سخت در اشتباه، مطلق اینطور نیست، همش جنگ روانیه. تحریم بانک مرکزی جنگ روانیه، ناوها تو خلیجن، کدوم ناو؟ بیا بگرد، همه جنگ روانیه. قطعنامه‌های حقوق بشر همه جنگ روانیه. جدایی انتر از عظما جنگ روانیه. اصلا خود عظما روانیه. سرتاپای نظام روانیه. دو تا میشه 4 تا. مگه روح همون روان نیست؟ خب نظام روحانیان میشه نظام روانیان. پس این بیانیه وزارت خارجه رژیم چیه که گفته مسئولیت پیامد تحریم‌های اتحادیه اروپا و اقدامات نسنجیده و تلاش برای ایجاد تنش و بحران آفرینی بر عهده اتحادیه اروپایی خواهد بود. خب بابا اونا تک کردن، اینم پاتک روانیشه. منظورش اینه که آقای اتحادیه اروپا ما گفته باشیم ما هر اتفاقی بیفته فردا نگید جمهوری اسلامی فلان و بهمان و بیسار، مسئولیت با خودتونه. تو واشنگتن اگه یه رستورانی منفجر شد نگید چرا علی شکوری و ارباب سیار با باند مواد مخدر رفتن سراغ رستوران ها. از ما گفتن مترو اسپانیا ترکی یه بمب لیز خورد نمیدونم افتاد توی سطل آشغالشون زریزه، اتوبوس 2 طبقه لندن 1 طبقه شد. نگفتیم ما تصمیم نسنجیده که بگیری آقا به این روز میفتی، باید به فکر یه سری اقدامات نسنجیده هم باشی. خب بابا این دود دمم خود جنگ روانیه. تابناک سبزعلی رضایی نوشته برخی از تحلیلگران هم در ایران پیشنهاد میدهند که در صورت اجرای چنین تحریمی ایران یعنی رژیم باید از همکنون فروش نفت خود به اروپا را متوقف کند و اجازه ندهد اروپا با خیال راحت فصل سرما و اوج بحران مالی خود را پشت سر بگذارد. الان شیر نفت اتحادیه اروپا و کل غرب زیر دست عظمای ولایته. این دستش بود. ببخشید بابا، ملت اروپا الان وسط سرما یه لا پیان دارن میلرزن. خامنه ای شیرو ببنده برقشون میره، همه یخ میزنن، میگن هر کی تحریم میکنه باید پای لرزش هم چیه؟ بشینه. حالا بلرزی. اروپا و غرب بدبختی و بحران کم داشت، مشکل سرمایه بدون نفت هم روش. ببین با دست خودتون چه بلایی سر ملت خودتون آوردین ها. حالا همه تو سرمایه اروپا بدون نفت مثل ژله میلرزن و میافتن به رقص بندری. ممکنه بپرسی وقتی شیرو میبندن نفت نمیدن به غرب چیکار میکنن ها؟ اون بیانیه وزارت نفت رو لطفا شما بخونید. وزارت نفت ایران در بیانیه‌ای گفته که با توجه به بازار عرضه و تقاضا و مشتریان بالقوه نفت، ایران هیچ گونه نگرانی در خصوص جایگزینی فروش نفت با مشتریان جدید خود ندارد. آها خوشت اومد؟ الان مشکل رژیم وفور مشتری آقا. یعنی الان مونده این میزان نفت رو چطوری بین این همه مشتری تقسیم کنه. تا چش کار میکنه ماشاءالله مشتری. بعد کی گفته مشتریای نفت فقط باید کشورهای غربی صنعتی باشن ها؟ بیا ببین مشتری ما داریم
با پیت نفت وایساده، علایالدین گذاشته معطل نفته، مشتری داریم میخواد نفت بریزه تو چاه رو باز کنه، یا مثلا طرف هست که میخواد با نفت مورچه بکشه، پشتش مونده آقا. حالا اگه اونا رو هم تحریم کنن بازم مشتری هست. خب این سیاره مشتری مگه چشه؟ اونا مگه دل ندارن؟ اونا مگه نفت نمیخوان؟ الان تو کرات دیگه دارن آثار حیات پیدا میکنن، یعنی اونا مورچه دارن، اونا هم چاه دارن. چیزی که زیاده آقا مشتری